سلام بچه، وقتتون بخیر. بچه از این بعد سعی میکنم هر چند وقت یک بار یک ویدیو از مباحث مهم هندسه و ریاضیات براتون بذارم. یک دفترتون آماده کنید، مباحثی که رو میگم قشنگ به ترتیب موضوع تو دفترتون یادداشت کنید. اینا همه برای سال بعد و سالهای بعد بسیار مفید و کاربردی است. خب، مبحث امروز چندزلی محدب و مقعره. چندزلی ها به طور کلی از اجتماع حداقل 3 پاره خط تشکیل می شوند، مثل هم مثلث، به طوری که نقطه های ابتدا و انتهای پاره خط ها روی یک صفحه بوده و هیچ 3 نقطه متوالی آنها روی یک خط قرار نگرفته باشد. متوجه منظورش که انشالله میشید. اینی که روی خط نباشه و به صورت مثلا حالا هم مثلث باشه، مربع باشه، مستطیل باشه، یعنی بشکنه و بعد پاره خط بعدی که کنار پاره خط دیگه قرار بده و یک شکل هندسی مشخصی رو بسازه. چندزلی ها یا محدب هستند یا مقعر. حالا ویژگی هاشون چیه؟ در چندزلی محدب همه زاویه ها کوچکتر از 180 درجه هستند، مثل همون مربع یا مثلث یا مستطیل. همه رأس ها همواره در یک طرف هر ضلع یا امتداد آن قرار می گیرند. پاره خطی که هر دو نقطه دلخواه درون آنها را به هم وصل کند به طور کامل درون شکل قرار می گیرد. حالا من با ویدئوی بعدی براتون شکل اینها رو توضیح میدم که منظور از محدب ها که کوچکتر زاویه های کوچکتر از 180 درجه دارن چیه و بعد مقعر هم براتون توضیح میدم.